ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر ز جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنر تو سنگ خاره، دشمنر تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. قرب الجنة والنار من الإنسان. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. یعنی در اینجا یک موضوع دیگه است که جنت و دوزخ بر انسان بسیار نزدیک است، نسبت به معاملش است. اگر عمل و عقیدش خراب شد اون آتش متصلش است، اگر خوب بود جنت برش نزدیک می باشد. امام بخاری از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که قال، میگه عبدالله بن مسعود گفت که قال رسول الله، رسول الله فرمودن صلی الله علیه و سلم الجنت، جنت اقرب بسیار نزدیکتر است الی احدکم، به یکی از شما مؤمنین. از چی کدام؟ من شراک نعله، از امو بند نعلش کرده، نعل پایزار چبلیش کرده، از اون بند چبلی که میپوشی بازو را تیر میکنی محکم میکنیش در پایت، از امو کدام جنت برتان نزدیک است. و نار مثل ذالک، آتش هم امی قسم بر انسان از شراک نعلش کرده نزدیک است. رواه البخاری، امام بخاری در کتاب الرقاق رقم حدیث 6488. شراک سیری که داخل میکنه دو انسان امو انگشت پای خدا و به هر سیر استعمال میشود که قدم نگاه میکنه، قدم انسان حفظ میکنه. ام بندکای در سرش که هست نیم محکم میکنی او را شراک میکنه. از او قدم یعنی نزدیک، از او قدم یعنی متصل انسانه. حافظ در فتح الباری میگه، حافظ ابن حجر قال ابن بطال فی ان طاعت موصلة الجنه، میگه از حدیث فهمیده میشه که طاعت و بندگی، اعمال خیر انجام دادن انسان به جنت وصل میکنه، متصل میکنه. و ان المعصیه مقربه الی النار، و گناه انسان با آتش نزدیک میکنه گناه. و ان الطاعه والمعصیه قد تكون من ایسر الاشیاء، و نیکی و گناه، فرمانبرداری الله و گناه کردن گاهی می شود بسیار نزدیکترین اشیا، یعنی بسیار به انسان نزدیک میشه همین گناه. چطور نزدیک میشه که اون مثل که همو بند چبلی یک کسی این قدر بر انسان نزدیک میشه گناه. ایسر آسان ترین اشیا. و در این باره که گناه بسیار بر انسان آسان می باشد، یعنی سعی کنید که بعضی وقت انسان گناه میکنه نمیفهمه که چطور است می گناه. در این باره باز یک حدیث است که وجاء فی الحدیث، حدیث آمده که ان العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله تعالی لا یلقى لها بالا یرفعه الله بها درجات. یک بنده بعضی سخنها را میگه از رضامندی الله که الله به او راضی میشه، این را گفته میره. لا یلقى لها بالا، فکر نمیکند که کدام ثواب داشته باشه. میگه یک گپ عادی است، نه یک گپ میگه بسیار عادی فکرش میکنه. یرفعه الله بها درجات، الله به می گپش درجاتش بالا میکنه در جنت.
یک کلمه ای را میگه هیچ فکر نمیکنه که دایی کدام کلمه مهم باشد. یکم دفعه ما شما در جای میشیم یک کسی یک موضوع را پرسان میکنه، کلمه توحیده، ما شما برش میگیم این موضوع را، هیچ فکر نمیکنیم که الله به این ثواب بده، ولی الله بسیار درجات بلند میکنه. و همین قسم و این العبد لا یتکلم بالکلمه، بنده یک سخنی را میگه من سخط الله، از غضب الله را، لا یلقا لها بالا یهوا بها فی جهنم، هیچ فکر نمیکنه که ما کدام گناهی را انجام دادیم. یک کلمه را میگه الله ای را در جهنم میاندازه، در جهنم ساقطش میکنه. یک کلمه عادی است. یکم طوره که بگو این گپای تا نکنی، میگه به من گپ هم کسی گناهگار میشه. رسول الله میگه گپ بد میگی یک کلمه را که دو الله قهر میشه، ولی خبر نیستی که در جهنم افتیدگی استی، یعنی مستحق آتش شدی. از فهمیده میشه که جنت و دوزخ یعنی بسیار آسان است به دست آوردنش. به یک کلمه را میگه، از ذهنت یک گپ عادی میبره، فکر میکنی که عادی است. بسیاری کسا هم کلمات شرکی و گپای استهزا و مسخره را میگنی، سر اسلام رشخان میزنه و نماز برو بخوان، نماز تا بعد همون جنت به مام جای یافت میشه. یا میگه که اگر تو رفتی بعد مام یک چیزی را میگیریم فیضت به مام میرسه، شاید دم بغلک با مام یک جای پیدا شد، این کافر میشه، وقت مستحق جهنم شده. دیگه یک ثواب میگی یکم تو خنده میکنه، میگه مولا که آب دید در وضو میکنه، مسجد که دید نماز میخونه، بود این خنده میکنه. این انسان کافر میسازه. این کلمات استهزا و مسخره کرده. یک خیشای ما روز آمده بگفت شما که این مسجد دیدین در جنتان میگیره باید نماز بخوانید، آب که دیدین عاجل وضو میکنین، بانین ما را یک دقیقه اونجا که میه وقت نماز میباشه میم بخی وضو کن. هر کی که بیا خانه او میگه قوضو نماز، یک دقیقه ما را نمیمونی که ماندگی ما را بگیریم. چی ماندگی؟ خوب بخی وضو کن، نماز تا بخوان، باز بیا. وقت جماعت است، جماعت واجب است. تو این جامعه در پالی مسجد باز این تو گپا را میزنه دیگه. اینال انسان گپای خدا بسیار کنترل کنه. مو که رسول الله میفرماید که کسی ای را ما کم کرنی، ای را به من ضمانت کند، من جنت برش تضمین میکنم. یک موحد زبان خدا ما کم کرد، بسیار کسا به این میاد آتش رفت. همینطور است، همین علمایی که باطل میگن نه به می آتش میره، به ضد اسلام گپ نمیزنه، به می زبان کافر تایید میکنه. نه همین کافرها که اینجا میگردن، نه خود چی هست؟ همین زبان علماست. اگر می زبان به ضد کافر استعمال شود دیگه کافر کس پیدا نمیکنه. این زبان بسیار کوشش کنید. یکم تا قار شد میگه به کتابای اون دو قسم است، نه میگه یا نه کافر شدی مشرک، من حلف بغیر الله فقط اشرک، با کتاب اون دو شاو مگه تو، یا میگه پیغمبر بگردی قبولت ندارم، نه کافر میشی. کافر پیغمبر بگردی وای پیغمبر بگردم قبولم نه، خدا بگردی سجدت نمیکنم، نه میگن. این چی هستی؟ کلش کلمات کفری است. من خدا گشته میتونم باز اگر بگردم هم نه تو سجده نکنی خب باز کافر شدی. این تو گپا را میزنن. انسان کوشش کنه در حالت غضب نه، یا زن خودم میگه نه قار شد به 3 سنگ طلاق باشی، 3 سنگ هم حالا بعد در روز بعد به 3 سنگ طلاقش میکنه، بعد در روز بعد هنوزم قرار کتی 6 تا. بسیاری کسا زن از در 100 مرتبه در 100 وقت 100 مرتبه طلاقش کرده، او طلاق واقع شد. یک بار طلاق کردی رجوع کردی، دیگه 3 بار خونه میتونی. هنوزم زنشن یک کسی را قصه کردن میگه زن خود طلاق میته هر دفعه، با زنش میگه برو تو دیوانه هستی من طلاق نشده، خراشش اعصاب تو خراب. گفت میگه او زن طلاقت کردیم برو، میگه برو تو اعصابت خرابه. باز یک تو میگه من گفتمش که خود تو رو طلاق داد چی میگی؟ میگه گفت اعصابی خرابه من طلاق نمیشم، این دیوانه است. همین گپا را میگه این مردکه دیوانه شده.
سر طلاق ریشخند کردن نه؟ کلش حرامی است، حرام است، حرامی و ناموس. 3 بار طلاق دادی خلاص شد. حتی فامیلش خبر است که نمی خواهر ما را 3 بار نمی طلاق داده در 3 وقت خراب ششته اون مانده شد. چه کنیم میزن شوی است؟ چه قسم ایمان است؟ خواهر بگو خلاص شدی گپت خلاص، بعد از این زناست برای از اینجا به خاطر همی که والای ریای لغمنان کی بتنه بعضی توست او زنا کده رئیسی هم خنده میکنه. انسان یک گپ میگه از غضب الله فکر نمیکنه که یهوا بها فی جهنم در آتش انداخته میشه. و قال ایضا میفرماید که فینبغی للمرء الله یسعد فی قلیل الخیر ان یأتیه ولا فی قلیل من الشر ان یجتنبه. میاد برای یک انسان لازم است که زهد نکنه در کم خیر و که او را انجام بده و نه در کم شر که اجتناب کنه. یعنی خدا ای تو زاهد نسازه که اگر بگه این خیر کم است نه که او را انجام نده، خیر هر قدر است اینمی قوم است انجامش بده. مثلا در بین بعد از هر وضو نماز خواندن این بسیار درجه داره. یا در بین آذان و چیز یکم تا ما فکر میکنیم 2 رکعت نماز چیه نه؟ حدیث سید رسول الله میگه در جنت رفتم بلال میگه تو را دیدم پیش روان بودی از مکه در پیش چی کار میکنی تو در شب معراج؟ گفت در جنت تو از مکه در پیش روان بودی یا بلال؟ او گفت یا رسول الله من کدام عمل ندارم، اما قصد که بعد از هر وضو و هر غسل هر پاکی نماز 2 رکعت میخوانم. هر وقت خدا پاک کنم رسی همون وقت انسان پاک در حالت خوب پاکی غسل میکنه با الله سجده کنه. گفت من دیگه از چی بعد از هر وضو بعد از هر غسل هر پاکی خود 2 رکعت نماز میخوانم. رسول الله هم گفت فبها بونمو سعی که او درجهش چقدر بالا از پیامبر که پیش رفته در جنت. و عمل نه کم فکر نکنی. در بین آذان رسول الله بین آذان و صلات و الاقامت صلات، در بین 2 آذانین نماز است. این بسیار درجه داره این نماز. سبحان الله استغفر الله ذکر قرآن خواندن وقتانه که امضایی نکنین نه ذکر بسیار ضروره است. در اعتکاف زیاد گپ زدن صحیح نیست. خب به خاطر من کم باشه بسیار عبادت بسیار. خب در بندیخانه هم تسبیح‌های چی داشتن نه ماشینکی وانم رو پیش کن دیگه خوبه 1 2 3. رسول الله صلی بعضی وقت به شمار عبادت چی میکرد. مثلا صبح میگه ما و اینی لاستغفر الله 100 مره 100 مرتبه و میگه کسی که سبحان الله بحمدی 100 بار بگویه هیچ کس از اینکه عملش بالا نیست در روز قیامت صبح و شام مگر اون کسی که از اینکه زیاد بگویه سبحان الله بحمدی. بسیار درجه داره. حتی به این ذکر شما ذکر کم میشماریم. به این ذکر و نماز اینا یک کسی که 2 نفر مجاهد بود یکیش رفیق شهید شد ایمان 5 سال بعد رفت درجه ازی بالا بود. پرسان کردن که یک صحابی گفت یا رسول الله میره در خواب دیدم که درجاتش بالا است. گفت فاین صلاتو فاین صیامو فاین تسبیحو بعد گفت بعد از شهید چه عبادت ها کرد. زمین و آسمان فرق کرد. عمر دراز و با عبادت اطاعت بسیار داره تا که میتونین خب یک سبحان الله و حمدی گفتن نه. حتی حدیث میاد که یک درخت برات زده میشه در جنت میرادی نشمارین تا که میتونین خب عبادت ذکر استغفار قرآن خواندن نه در حرفش در نیکیست. ما ای تو کسایی داریم قاری است که حتی رسول الله صلی بعضی حدیث میاد که قرآن ای تو وقتش نمیته دست میخوانه که دعا نمیکنه. میگه ما الله میگه از اینکه ما زیاد ثواب برش میتون میگه کسی که زیاد دعا میکنه ولی قرآن میخوانه. و قرآن که میگه یا الله درجه زیر بالا ببریره میگه شب خواب نکرده روز یعنی شب و روز قرآن خوانده شب و روز قرآن خوانده. همین قاری مصری همینجا آمده بود قرآن میخوان واقعا خوب عادت داشت. همین تو گیج بسیار ساعت قرآن میخوان همین تو میششتم نه که تو گپ میزد قرآن میخوان تو که گپ میگفتیش باید جواب میداد دیگه آیت خوانده میاد هیچ چوب نم. من گفتم چرا؟ گفت می عادت من بسیار ساعت باید قرآن بخوام. گفت من با حدیث عمل میکنم شب و روز باید بخوانم. من گفتم در روز چقدر میخوانی از صبح؟ گفت 8 پاره 9 8 9 8 یعنی 3 روز بعد
یا 10 گفت 3 روز بعد ختم میکنه. 3 روز بعد 3 روز بعد تو قرآنش فقط این که قاری که میتونی بخونه نه 3 روز بعد خود دیگه این چی هست دیگه؟ این خب مثل الحمدلله قرآن یادش الحمدلله چه آسانه. ما شما در جای الحمدلله را خوانده میتونیم نه دسته که او شد او واری باید باشه. حال ما شما یک سپاره که خواندیم در 24 ساعت خلاص نه تو تا که میتونین خب تا که میتونین دیگه. الله یزهد زهد یعنی کمی نکند تقلیل میگه در قلیل خیر ای که انجامش بده و نه در قلیل شر ای کم گناه اجتنابش نه این که کم گناه است دایی میگه کوتاهی نکنم گناه این قصد ترکش کن. میگم دفعه میگه یک گناه چی هست نه چه ما گناهی کدام میره این خب میگه مادی است نه گناه را حقیر نشمار کوها کرد از میرگکای خود جور شده دریا از قطره ها جور میشه. مثلا یک کسی سیگرت بزنه در روز 20 روپیه مصرف کنه یا 40 روپیه یا 50 روپیه ما 1,500 سالی چند میشه 15,000 تو مصرف میکنی بسته و ایره کل گزیر پیسا رو جمع کنی نه چقدر میشه. فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسقط عليه بها. زیرا نمیفهمد و حسنه را که کدام حسنه است که الله رحم میکنه به سبب از او کدام نیکیست. نیکی ها را انجام داده برو الله ایش قبول ایش ده یکیش الله سرت رحم میکنه ده یکی از او خوش الله آمد تو فکر نمیکنی. ما میره تجربه هم کردیم یکم دفعه یک گپ گفتیم در جمعه یک وقت بوده به نظر بسیار کوچک معلوم شده گفتم هیچ چیز نگفتم کاش که یک موضوع صحیح میگفتم کلی گفت چی یک گپی زدی ما گفتم راست بگو او گفت چی یک گپی این تو یک حقایق بیان کردیم ما گفتم خود در نظر من چیز نگفتیم ما گفتم حالا ما ناق گپ نزدم جگر خون است گفت نه گفت از هر وقت کرده اینی گپ بسیار حیران ماندم که ما پیش خود ما گفتم ما پیش خود ما گفتم خواهی فکر کنیم ما چیز نگفتیم اینه میتوست که الله اوجه حدیث گفت که انسان فکر نمیکنه یک عمل است الله را در یک گپ است دانش میبره الله را در جهنم میبره و یک گپ دیگه در جنت درجاتش بالا شده. یعنی نیکی هم معلوم نمیشه که سر کدامش الله رحم میکنه کدامش به اخلاص میبره ولی سیئه کدام گناه است که یسخط الله غضب میشه در گناه نمیشه بعض گناه است خب انسان ورد والله سرت قهر شده. قال ابن جوزی معنی الحدیث ابن الجوزی که محدث است و از جمله جرح و تعدیل هم کتاب داره. ابن الجوزی میگه که معنی الحدیث ان تحصیل الجنت سهل حاصل کردن جنت بسیار آسان است بسیار آسانه چه قسم به تصحیح القصد و فعل طاعه اما نیت تصحیح کو و خاطر الله باشه خاطر الله نی و دیگه فعل طاعت کار خیر انجام بده یک کاری که در قرآن و حدیث است رو انجام بده یک عمله حالا و النار كذلك آتش هم امی قسم بسیار چیز به دست آوردنش آسان است به مرافقت الهوا خواهشات تا به دست میاری و فعل معصیه گناه میکنی مطابق خواهشت عمل میکنی خواهش که رفیق خواهش هستی همراهی با خواهشاتت میکنی خلاص داتش رفتی. یکم طوره که بگو این طور است میگه نه به نظر ما آیت بلد خوانده رایسم تو میگی نظر ما به نظر ما میگه این طور است خواهش شدی خود تابعداری خواهش کردی آتش میری گناه را کردی بس با آتش رفتی. و حدیثی که رسول الله هم گفت که انسان یک گپی را میگه فکر نمیکنه که گپ گناه است دو آتش میره و حدیث بخاری است ابو هریره است. کاش که می زبان ما شما نه بسیار یکم دفعه بیبرک میشه نه بسیار مشکل است کنترل کردن آدم سکوت باشه گپ نزنه گپ که زد خیر بگوید در هر گپ خود که یک فکر کنه مکس کنه که من چی میگم نه بازی بسیار برش خوب است. رحمت الله لمن فی قلبی رحمتون کسی که در قلبش رحمت است الله سر از رحم میکنه یک موضوع دیگه است. و ان ابی هریره رضی الله عنه مرفوعا ما بسیار از میخیشای و خیشاونده خود دارم خوب است عبادت یا میکنم ولی دانش بده یک دفعه که دان آواز کرد کفریات میگه
به کتاب اون دو قسم است میگه، خیز میزنه. در دوزخ هم برو میکاره نمیکنه. این تو جرأت میکنه سر الله، برو من ترس ندارم از او. میگم نکو دا آتش میری، این میال مرا خدا این میال ببره، میگه دستت خلاص کتم آتش. اکثری مردم ها را دیدیم چرسی بوده یا سیگلیتی عملی بوده یا اینم تو کسا هست. و نبی هریره رضی الله عنه، ابو هریره مرفوعا روایت میکند رسول الله ان امرأة بغیا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أضلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. رواه البخاري کتاب حدیث و مسلم کتاب الصلاة. امام بخاری رقم حدیث 3467، مسلم 2245. بعضی کتاب ها رقم حدیث دو اساسان است، رقمشانی مثلا صحیح مسلم رقم داره، کتاب بخاری هم شماره حدیث داره. ابو هریره رضی الله عنه میگه کسی که می ترحم داشته باشه سر هر کس، حتی سر ایوان مرفوعا، ان امرأة بغیة، یک زن زناکار به زنا میکنه، رأت کلبا، یک سگ دیده، فی یوم حار، در روز گرمی بوده، یطیف ببئر، که طواف میکرده به یک چاه، قد أضلع لسانه من العطش، زبان خود از تشنگی کشیده بوده، سر چاه میگشت، ولی آب دیگه خونه میگه، سر چاه خود پرته خود غرق میشه. ایسو هر غرق شدن میترسیده و ایسو تشنگی طواف میکنه که آب چطور بگیره. این زن دیده ایره که میبینه ای تو یک سگ، فنزعت لو موقعها، امو کف خود موزه خود میکشه، موزه داشته، و تا میکنه در چاه، از او آب میکشه برش میده، فسقط آب میته سگه، فغفر لها، بخشیده میشد از برای زن بهی به می عملش. ترحم سر یک حیوان، سر یک سگ، الله ایره می بخشه. رواه البخاری و مسلم. اینجا عقیده واجب است. خون سعی کنید ما و شما نی سر انسان ترحم نمی کنیم، این مسلمان های ما رو نی سر یک حیوان بسیاری کارهای خیره. خوب در حدیث چی هست؟ الحس علی الاحسان الی الناس، یعنی ترغیب میته که نیکی کنین به مردم تا که میتونی خیرت برسه، نیکی کنین. چرا؟ لانه اذا حصلت مغفرت بسبب سقی الکلب، وقتی که مغفرت حاصل میشه به سبب آب دادن سگ، یک سگ آب بدی، فسقی المسلم اعظم اجرا، پس آب دادن مسلمان خو ثوابش بسیار بالاست. یک سگ که آب بدی الله، پس همین کسایی که خدمت میکنن آب میتن بسیار درجه دار. یک کسی میاد در خانه یک جای میمان است یا مسافر است، نه برای از یک چیز میدی، بسیار درجه دار. ولی از الله مغفرت بخواه، خب نیت تمیم که الله راضی شه مرا ببخشه. بسیار کسا به نیت اینی بسیار خوب، الله میبخشه. حتى واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي أن يكون محله إذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أحق، وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق. هذه حدیث میں بعض مسائل دیگه فهمیده میشه. استدلال میشه با جواز صدقه تطوع للمشرکین، صدقه نفلی را به مشرک بکنی، کافر و یهودی نصرانی. یهودی نصرانی که جنگی نیست، یا هندو است نه یا فقیر است، زکات نه، امی صدقات برش بیتی جایز است، فقیر است. حتی در این بار عمر رضی الله عنه برای نصرانی هایی که در سایه دولت اسلامی بود، ذمی بودن، اهل ذمه، اونا وقتی که غریب شدن ماش تعیین کرده بود، ماش برشان میداد، از بیت المال حق میداد. و ینبغی ان یکون محله اذا لم یوجد هنا، محلش ای باشد که مسلمان نباید، اگر مسلمان مستحق بود هندو باید با مسلمان بود. فالمسلم احق، و حقدار است. امیال ببینین کشورهای به نام اسلام کل پیسه خودن به کافرها داده میرن، نه با مسلمان نه. و کذا اذا دار الامر بین البهیمه والآدمی، در بین حیوان و آدم، آدمی محترم احتیاج، و استوا فی الحاجت،
در حاجت مساوی بود، ایسو انسان است، ایسو حیوان. کدامش حق دارد؟ فالآدمی احق. آدمی حق دار است، سزاوار است که به امرش کمک شود. احسان کردن به هر کس. یا کسی میگه مرا پناه بده، باید پناهش بده. مسلمان است. توبه. حال جاسوسی مسلمان هم میکنن، مسلمان هم میبرند در عذاب الله، به کافر تسلیم میکنن. تحریم قتل الحره، کسی یک پشک هم میکشه حرام است. قال رسول الله صلی الله علیه و فرماید که ایران بخاری حدیث، دخلت النار امرأة فی حرة حبستها لا هی اطعمتها ولا هی ارسلتها تاکل من خشاش الارض. یک زن میگه داخل شد فی حرة لاجل اجیت یک پشک حبستها که بستیش کرده بود، بندیش کرده بود. لا هی اطعمتها، نه زن برش میداد غذا را، ولا هی و نه زن ارسلت ایلاش کرد که تاکل من خشاش الارض، که از امو خوردنی های زمین میخورد، نماندش تا که مرد. در کجا رفت؟ دخلت النار، در آتش رفت. آتش به خاطر یک پشک، سر یک پشک ظلم کرده، الله در آتش بردش. یعنی ظلم قدر چی است؟ ای که انسان هم میکشه به لک ها میلیون ها، ایر الله میمانه. وای با او کسایی که میلیون ها انسان یا آدم کشته، لک ها و هزارها را، یا هزارها انسان به این پشت زنده باد گفته روان است، رهبر ما زنده باد فلانی خان. تو هم دا آتش میری، خو روان است، تو هم از پشتش میری. تو ظالم کمک کردی. فلا تکونن ظهیرا للمجرمین، الله می مددگار مجرم نشی. ظالم که پدرتان بود کمکش نکنید در ظلمش، برادرتان بود، خواهرتان بود، مادرتان ظلم کرد قبول نکنید. یکم دفعه میزنا سر سنوی خود ظلم میکنن، یا خسر سر سنو بازی چی میگه خیر از پدرم است، هر چی که میزنه حق داره. چطور حق دادی؟ چی حق داره؟ پدر سر سنو ظلم کرده رای تو چطور اجازه میتی؟ یا مادر نه خوشو سر سنو اجازه داده رای؟ خیر از مادرم است، میزنه میکنه، هر روز زده و کندن روانه، تو ظلم است. قال زهری لئلا یتکل احد ولا یئس احد. حتی ایوار میزنه، نه ایوار میزنه. یک دختره که آوردن عروسی کردن چی میگه؟ تو اینمی ایوارام پولش آورد است، خدمت ازیام سرت فرد دادم، کل اینمی خانه سر تو است. میگن یا نه؟ کل اینمی خانه را باید باجش آورد داری. بیچاره ایران میمانه چی کنه؟ باز یک کمی تا بالا شد، کالاش ناششتمان بوتش رنگ نشدی، خلاص زده نکرد. این ظلم از ظلم. حتی شوهر حق نداره کالاش سرش بشه، واجب نیست. شوهر باید خودش بشه، شوهر حق نداره. باز اگر یک مرد گفت که تو بازورا میگنی چقدر بد اخلاق بوده. سروزنی تو ظلم است، تو ظلم است. من که عروسی کردم کل برادرای من گفتم هیچ کس حق نداره زدن. گفتم من حق ندارم، بنا حق شما خود آدم های لیست، شما خود هیچ حق نداره. او گفتنی چه قسمت؟ گفتم می اسلام است، اسلام میفهم یا نه؟ هر کی کار خدا خدمت کرد و یک کار اخلاقی است، واجب نیست سرش. میکنه خانه‌ش آباد، نمیکنه کار تبوک خدا. اگر نکرد حق زدن نداری، حق زدن نداری. اینی رو بفهم، گپ اسلام. اگه این کار قبول نکردی باید گپ ما شما خراب میشه. برو دیگه پشت کارت. دیگه همین گپ اسلام عملی کنی. خانواده که خوشحال شده بود که او، ولی ما میگفتیم ملالت میکنه و زدن و کندن است نه. حالا خویی بسیار دختر ما آرام شد در خانواده نه. زدن دیگه جای راستی زدن و کندن بسیار. فهمیده؟ ما میگن اینمیته، ما گفتم نه، اینمی حکم اسلام است. دل مردم میزنن دوست داری؟ بله دوست داره، الحمدلله. همون قسمی که رسول الله سلام عایشه میگن هیچ خانمای خدا لط نکرده. رسول الله هم دوست داشت، ما هم دوست دارم. العلماء ورثة الانبیاء، وارثین سعی دیگه باید باشیم نه.
حتی رسول الله هم با خانم خود مسابقه دوش کرده. عایشه میگه که وقتی که میگه من سبک بودم مسابقه دوش کردم، رسول الله هم پیش کردم در دوش. دیگه میگه در سفر رفتیم مسابقه کردیم، میگه من گران شده بودم او مرا پیش کرد. یک روزه خوش طبیعی میکرد. ما شما که خانم خود مسابقه دوش میکنیم، تو یک سلام نمیتیم سلام نمیتیم نه؟ یک سلام که سلام میگه بزن کی سلام داده زنه در کلید بالا میکنی نه؟ حتی او بیچاره که در خانه میه نه؟ او که در خانه میه سلام میته، او شوهر چی میره یک سلام علیک نمیگه، خودش خود سلام نمیته، سلام خانم خدا علیک نمیگیره. این خلاف اسلامه، خلاف طریقه پیامبر صلی الله علیه و در نماز ببینید در مسجد قرار استاد نماز کل اسلام عملی کو یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، با همه جوانبش داخل شده اسلام. با یکم تا چی میگه گی تو کنی مردم میگه زن خدا دوست داره، گفتم الحمدلله بکاش که بگویا خوب است همین کار اسلام هم است که دوست داشته باش. الله در قرآن میگه و جعل بینکم مودة و رحمه، دوستی و رحمت الله در بین خانم شوهر جان باید بکنی. اینه میکاره همین حکمت ازدواج همیست. ازدواج همیست که محبت باشه. او محبتی که کدام محبت نامشروع است که از حکم اسلام یا از انجام یک مسئولیت اسلام تو را خانم مانع شه، بگوید که به خاطر ما اینی کار نکن، نه اینجا به او درجه نباشه. مثلا نگوی بگوید که دکتین این مردم در دعوت نرو خطرات از بندی میشی، نه بگوید نه دیگه اگر تو بندی شوی باید من چطور کنم، یک روز اگر نباشی باید من میمرم، نه باید خیر اگر مردی اگر مردی خیر است من میرم در میرا. اینی گپا را گفت یک روز تو نباشی من میمرم از غمت، بگو نه دیگه یک محبت نمیکنم. حتی با دی بار روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنه خواستش، بسیار یک خانم زیبا داشت، دوستش هم داشت، در جهاد یک ذره سستش کرده بود، از جهاد سستش کرده، مانعش هم نشده. عمر رضی الله عنه گفت خانم تا طلاق بده، امر کرد، گفت ما پدرت هستم میلش کن. گفت دلیلش همیست که در جهاد تو را سست کرد. گفت نه یا رسول، قبول نکرد، رفت شکایت کرد به رسول الله صلی الله علیه و از بچه خود شکایت کرد. او خود رسول الله هم رئیس بود، نه رئیس دولت بود. گفت یا رسول الله من بچه من میگم طلاق کو نمیکنم. شاید پرسان کرده باشه پیامبرم چرا؟ گفته بعد از عمر خواست عبدالله را، گفت که پدرت چی میگه؟ گفت میگه این تو. گفت اطیع اباک، گفت از پدرت اطاعت کن. و آفرین از وان، یعنی خانم بسیار بر انسان شیرین است والله، قساخت است. نه رفت خانم خود طلاق برو طلاق است، طلاقش داد به خاطر الله، خاطر که در جهاد سستش کردم. نه حالا ما را میگن میگه پای سوچای بالا رو نزنی، خب که باز ما خراب میشیم. نه کلگی میگه، مادرم میگه، پدرم میگه شعله تا بخو پرده تا بکو، شعله تا بخو پرده تا بکو. نگفتیم که کارا رو نکنی، دیدی هیچ کس به دردت نخورد. ما میگم خود دیگه این میخو گپ اسلام هم نیست، ما میکنیم نمیشه. گفتم مجبور هستم. گفت کی مجبورت کرده؟ تو الله حکمش همینطور. از او سنم میترسم، هم از ایسو میترسم، از او بندی خانه میترسم. او بندی خانه را شدید میدانم، خیر ای بندی خانه گمش کن. این جدایی خانم آسان است، اونجا رو با چی میکنی؟ از او میترسم. عالم بسیار مسئولیتش کلان است. خب عالم شدن آسان نیست، مجبور حق بگویی دیگه، نگویی. خب حدیث صحیح است که کتم علما، کسی یک علم پنهان کنه که او علم ضروری است، الجم بلجام من النار یوم القیامه، قیزه آتشی در دهنش انداخته میشه. یه حدیث صحیح است. خب بسیار علم آسان نیست دیگه. زهری میگه که لئلا یتکل احد ولا یس احد، میگه و ناامید نشد یکی و دیگه ای که اتکام نکنه به اعمال خود که هرچی کرد. خب یه حدیث کی روایت کردگی است که این خانم الله نجات داد، رواه البخاری در رقم حدیث در کتاب الخلق 3318، مسلم
رقم حدیث 2242. خشاش الارض حوام الارض، یعنی حشرات میخورد، موش و گپاره نماندش که استفاده کنه. ظاهر الحدیث است که ان المرأة عذبت بسبب قتل هذه الحره، زن عذاب داده شد، داتش محکوم شد بسبب کشتن این پشک که حبسش کرده بود. قال عیاض می یحتمل ان تکون المرأة کافره، احتمال داره میگه زن کافر بوده باشد. فعذبت بالنار حقیقتا با عذاب آتش داده شد، یا به حساب، لأن من نوقش الحساب عذب، زیرا کسی که در روز قیامت مناقشه شد که چرا کار کردی، باز جای داده شد، عذاب داده میشه. او کسی را که الله بخواهد در جنت ببره، گناهش برش نشان میده، باز پنهانش میکنه، نمیگه که چرا کار کردی. گفت چرا کار کردی، جواب کسی نداره ان ثم يحتمل ان تكون المرأة كافرة، بل می احتمال است که زن کافر بوده باشه. فعذبت بکفرها، عذاب داده شد به کفرش، و زیدت عذابا، این عذاب زیاد شده باشه. معنای قول زهری است که حدیث اول ذکر کرد، خاف ان صامه و یتکل علی ما فی، می ترسید که صامیش اعتماد نکنه به آنچه که وسعت رحمت الله است، یعنی یک پشک بند کردم خود توبه نکرده، رحمت الله وسیع است، ولی اگر میره ناچیز دانستی همی گناه را داتش میبرید. و عزم الرجا، دیگه بسیار امید کلان بکار است. یه حدیث یک جای کرد، حدیث حره که فی من التخویف، دوسو تخویف بود. این حدیث چرا آورد؟ اول ترساندن بود که پشک بند کرد، نه باز ای سگه که آب داد، الله ای را از آتش نجات داد. تا که خوف رجا، امید و رجا اردوش باید در ایمان جمع شود. وقد صح ذلك عن النبی صلی الله علیه و سلم، و این حدیث صحیح بخاری مسلم اردوش روایت کرد. اما زنی که سگ آب داد، نه الله او را بخشید گناهش و او پشک بسته کرد، اردوش حدیث بخاری است. اثبات صفت تعجب لله سبحانه و تعالی، صفت تعجب برای الله ثابت است. در این باره و عنه مرفوعاً، ابو هریره مرفوعاً روایت میکنه که عجب ربنا من قوم یقادون الجنه، تعجب میکند رب ما از قومی که برده میشن به جنت بالسلاسل، به زنجیرها به طرف جنت. رواه احمد و بخاری. حافظ در فتح میگه، در فتح الباری قال ابن الجوزی معنام انهم اسروا و قیدوا فلما عرفوا صحة الاسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسمى كان سببه. خب در روز قیامت میگه به اینا آورده میشوند، الله اول اینا را به چیز میارد، خب به زنجیرها بسته شده است، همین مردم ها در زنجیرها بسته شده، خب ولی الله یک بار اینا را عفو میکنه، به زنجیرها به طرف آتش روان است، یک بار الله میگه من عفوشان کرد، باز به طرف جنت برده میشن که زنجیرها با در نزدیک دروازه جنت زنجیرهایشان میشن داخل میشن. یک بار رحمت الله اینا را میپوشاند. یکم دفعه میتوره است که یک کسی گفت مرا به طرف اعدام میبردن، دار اعدام در زنجیرام در پایین بود دیگه، گفت فهمید نو بالا میکنن که یک نفر از بیرون صدا او چیزی که سرخ یک دستمال بالا که سبز میگه چیغ زد، آخری مردم ها دید پایین شدن، چی گفت بیا که بخشیده شده. پس گفت زنجیرها را واز کردن، در یک موتر لکس مرا شاندن برد. امین معناش انهم اسروا بندی شدن و قد قید شدن، فلما عرفوا صحة الاسلام، صحت اسلام که فهمیدن، دخلوا طوعا در اسلام داخل شدن و خوشحالی، فدخلوا الجنه و در جنت داخل شدن. اکراه مجبور کردن به قید سبب اول بود، اینالی سبب دخول جنت شد که به سبب ازی که اسلام قبول کردن، اگر نه اول مستحق چی شده بودن؟ جهنم شده بودن. صبر الله سبحانه و تعالی علی الذین یدعون له ولدا، الله متعال به بالای کسایی که اولاد برای الله فریاد میکنن چقدر صبر داره. ابو موسی اشعری میگه عن ابي موسى الاشعري رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم وما احد اصبر على اذى يسمع من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. میگه رسول الله هم گفت که هیچ کسی صبرناک از الله کده نیست، الله بسیار صبرناک است به گناه بندای خود.
علی ازین به او ضرری که یسمع من الله که با الله میشنوانند. بزرگترین ضرر به الله رساندن چیست؟ یدعون له الولد، که بگه الله اولاد داره. الله در قرآن میگه تکاد السماوات یتفطرن من فوق، قریب آسمانا پاره شد با بالایش. ان دعوا للرحمن ولدا، این که برای الله اولاد فریاد میکنن. الله بسیار در بد میبره، نفرت داره. قریب میاد که از قهر الله آسمانا پاره شد. ثم یعافیهم، الله چی میکند؟ اینا را عفو میکند، عافیت میته، صحت و رزقشان میته. در دنیا نه همیال ببینی 60 سال برای الله یا ابن الله عیسی را گفته میره، یا عزیر فرزند الله برای الله. ملائکه را ای دخترای الله خواسته میره، جنیات آواز کرده میره. بعضش میگه جن اولادای الله، بعضش میگه ملائکه دخترایشه. هدایت قرآن هم میگه الله بسیار صبر میکنه. یعنی یک آدم تو را 24 ساعت دو زده برو تو نانش بیتی میتی، یک بار دو زد دیگه خلاص. ما و شما هم یک بار دو زد نان میتیم نه حتی میشه نه روزی. یک تاره بگو برنج برش روان کرد یا دو زد گفت ای تو چتیات گفت راست بگو که باید بطلبش بگو راست می خوب کردیم که گفتیم باز نان میتیمش گوشنم باشه. میگم بندیش کو نان نتش خوب لتش کو بانش که از گوشنگی بموره. اگر یک کسی بیا بگوی مو گوشنه است باز بری بگوی دو میزنی بگوی ها دو میزنم، اگر بمورم هم دو میزنم با نان میتی آخاد یک دو مشت دیگه هم در دانش زدی بموری دا تو را بکشم. میگه بانش که از گوشنگی بموره. الله رسای کو الحمد تو سبحان الله 24 ساعت مردم دو دشنام میته همی شرک، ولی الله او را چی میکنه؟ نان داده میره، هم صحت نه مرض میاره در جانش. هم همین کافرها رسای کنی، همین رئیس جمهورای کافرانه چی کارا میکنه، چقدر الله صبرناک. یعنی ایج صفت صبر بسیار خوبه. ما و شما را یک کسی صبر دو زد ما تیر خدا بیاریم نه، مردم چی میگه؟ ای دوست سعی کن، میگه دو زد هیچ تیر خدا آورد. بسیار دوست بی غیرت بوده. یک کسی دیگه اگر یک دو زد چاقو را گرفت چند چاقو زدش آی تو غیرتیست، میگه آفرین سعی کن. یک داشت نه مرد باری بود زده شفاخانه یکیش کرد. حتی یک کسی را دو زده بود، بازو را پیش قماندان امنیه بردن، گفتن ای تو مرا دو زد، شکایت کرده بود. قماندان امنیه چی گفت؟ ای بی غیرت ای هم یک دو سیلی زده بود، تو چیز نگفتیش؟ تو بی غیرت باش که ما هم یک چند سیلی ده و دو زده پیش ما شکایت میکنی، میزدی میکشتیش، با ما میامدم جنازهش هم میخواندم. یعنی دو کسی زد خب با دو چیز نمیشه. صبر بکنی بسیار اجر داره. بعضی چیزا که اینی اخلاق است، عبادت است، مردم میره چی میگه؟ بی غیرتی نه. در جامعه ما شما با یکم دفعه میگه فرهنگ افغانی چی فرهنگی؟ خب فرهنگش بدماشی و بیدینی است. رواه البخاری فی کتاب الادب رقم 6099، کتاب التوحید، مسلم در کتاب التوبه 2024. این حدیث اثبات صفت صبر از برای الله اصبرو بسیار صبرناک. مثل ما ورست نه لیس کمثلش. حافظ در فتح باری میگه اصبر افعلو اسم تفضیل است و اسماء حسنایش صبور است، اصبر نه صبور. اصبر صبور چی معنا؟ لا یعاجل العصاة بالعقوبه، زود امی گناهگارا را زود جزا نمیده، صبر میکنه، میمانه میبان توبه کنه که نکرد باز عذاب خواست. ما شما باید همین تو سر یک مسلمان یک گپ گفت صبر کنیم، اگر باز قار شدیم یک گپ گفتیم پس معذرت بخوایم نه میشه. ما شما را غلط تربیت کردن، حال در افغانستان قسمی تربیت کردن بعد ماش حتی گپ پدر ما سر ما بد میخوره نه، همین تو تربیت ما کردن. حسابای ما خراب است. خب مادر ما یک گپ بگوید یک گپ عادی را چقدر خانم ما بگوید میخیزیم میزنیم تا که میتونیم لط میکنیم نه، همونطور است یا نه؟ خود دیگه او خوب بیچاره زور نداره، اگه زور داشته باشه خوب ما را هم لط میکنه. خوب بیچاره عاجز است و ما زده میریم دیگه. در حدیث اشاره است به قدرت علی الاحسان الیهم مع اساعتهم. یک کسی قدرت داشته باشه که احسان بکند با وجود یک آدم بد کنه و تو احسان کنی نه، یعنی بزرگترین صفت است. کسی به امرایت بد کنه تو چی کنی؟
نیکی کنی. نیکی که کنه خب بیزو میکنی. یکم تا میگم که اینمی آدم بریم خانهش خبر شه بگیریم، میگه کی آمده؟ میگم همون کسی که نامده بریم، اون کسی که بیا خب بیزو میریم. نه رسول الله میگه سل من قطعک، کسی که قطع کنه که تزو وصل کو، اون که وصل کنه خب خودش بیاد خانهت. نه یک سر سیبم گرفته و یک دو تا تربوز کش کرده بیا، یک رو دیگر خب طبعا تو میری دیگه. او که پرسان تا نمیکنه امور، او که نیکی نمیکنه که تزو نیکی کو. بخلاف طبع بشر میگه فإنه لا يقدر الانسان، میگه طبیعت بشر قدرت نداره که نیکی کنه به مسیء الا من جهت تکلف ذلك شرعا، مگر از جهت که شریعت را مکلف کنه. و سببش است که يحمل على المسارع الى المكافات بالعقوبه والله سبحانه قادر على ذلك حال. سببش است که حملش بکند به تیزی به جزا، به عقوبت. اگر الله بگوید که اگه این کار نکنی ما جزا میتم، با انسان این کار میکنه. الله به این قدرت داره که فی الحال جزا بده، آینده بده. لا یوجد شیء ولا یفوت، هیچ چیزی از این فوت نمیشه، با وجود از او الله جزا نمیده، نیکی میکنه، نان داده میره. حالا کافرها رسه که 24 ساعت الله را دشنام میده. فهمیدید؟ حتی در حدیث میگه کسی با ما شریک بکنه بنا دشنام میده. میگه شتمنی عبدی، همیتون میگه دشنام میده. میگه جایز نیست برش، میگه با ما اولاد تعیین میکنه، اولاد شرک میکنه. از غیر الله مدد خواستن دشنام دادن به الله است. خب گویا که الله قدرت نداره، به مخلوق رجوع میکنی. از غیر الله مدد خواستن، حاجت خواستن در مافوق اسباب، این دشنام دادن به الله است، این شرک است. ولی الله باز هم نان میته انسانه. اثبات صفت الحب، یک حدیث دیگر هم براتون میگم که دیگه الله ما و شما رو صبرناک بسازه. خب بسیار خوب است صفت صبر در هر دای طاعت، در مصیبت، در دشنام مردم صبر کنیم. حالا یکم تا میگه وهابی گفت، وهابی خود بد نگفتن، حالا مردم هم وهابی گفتن هم دشنام میدن. وهابی، حالا وهابی چیزی خوبه، وهاب نام الله نه، میگه والا بسیار گپ بد زد. یا میگه مرا گفت تو پاکستانی استی، حالا خب پاکستان چه؟ کاش که ما پاکستانی شیم. نمیاله ما پاکستان به ما یک تابعیت بده قبول داره. نه والا مرا پاکستانی گفت، پاکستانی. پنجابی گفت، پنجاب آسان است پنجابی. این گپا هیچ. خب یک چیزی که مردم بد ببره، اونمون چیزای مردم خوش نداره. نه میگه مردم میره بد میبره. حتی یک کسی بود، یک دختر بود در شریعت میخوان، چند تا بودن. یک کسی گفته بودش برش خندی یکم بیدینا است، میگه صدا که بودش ام مولا دخترای شریعت. بازی گفته بود کی را میگی؟ گفته بود تو را میگم، ملاستی دیگه در 15 ملایی میخوانی. یه تو که قهر چگر خون این بگیریا می فلانی ها مرا خواست ملا گفت. ملا گفت ملا چیز بد است. آقا گفتم با انزای ملای اقال مردم ملا را بد میبره. سابق آل خوب شده، آل هم میتور است، علم نمیخواندن، می ملا مولوی را کسی دختر نمیده، ملا شده. ملا شده، قاری شده. ولو نبی هریره رضی الله عنه و می خاطر حالی ملا شدن میان پانتون میخوانن. خب باز میرن خواستگاری که بچه چی کار است؟ محصل است در پانتون کابل. خب صحیح شد. محصل که است در پانتون کابل، در پانتون کابل است، 3 نمره ماست، در کادر است، داینده استاد میشه. اگر بگوی استاد پانتون است خب بخیرای خود گم میکنه. خب محصل پانتون است دیگه. خانهش هم شخصی است یعنی نه، خانه شخصی داره. باز میگه خیبته دیگه هر چی که هست. دیگه شب پرسان نمیکنه که عقیده چیست، ما این گپا پرسان نمی. مقصد پانتون کابل بخوانه. قال رسول الله صلی الله علیه و ابی هریره رضی الله عنه میگه رسول الله فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا حب عبدا، الله متعال وقتی که محبت کنه با یک بنده، نادا آواز میکند یا جبریل، ای جبرائیل ان الله يحب فلانا فاحبه، الله فلانی را دوست داره تو محبت کن. فيحب جبرائیل، با جبرائیل خب مقرب ترین ملائکه او محبت می. ثم ينادى جبرائیل فی السماء، رئیس دیگه است، نه رئیس دیگه ملائکه، بازی در آسمان صدا میکند که ان الله يحب فلانا، الله با فلانی محبت کرد. فاحبوه، دوست بدارین شما. فيحب اهل السماء،
تمام ملائکه آسمان که تزی محبت میکنه. و یوضع له القبول فی الارض، مانده میشد برای قبول در زمین. اهل زمین هم میگه موحدین که شما هم کتیا کل گینا محبت میکنه. یکی اگم تو میگه بسیار دوست داریم، نه محبت از اون جمعه. خب اول الله با جبرائیل با ملائکه بازی عملت که پیش میره شب و روز، نه صبح شام کل ملائکه کیس فلانی ولد مرحبا. وقتی که مردی دیگه روحت میره کلگی مرحبا است، خوش آمدی، السلام علیکم، السلام. محبوب محمد میگه پیشون. اگر بغض کرد اعلان میکنه که را بعد میبرم، کلگی بعد میبره، کلگی نه. که مردی میگه فما بکت علیهم السماء، نه آسمان گریان میکنه و نه زمین. خوبش شد میگه مردار شد، یک طاغوت از بین رفت. رواه البخاری کتاب التوحید، رقم حدیث این بخاری است، کل حدیث بخاری است، 7485. و در این حدیث اثبات صفت الحب لله سبحانه. الله محبت میکنه، چه قسم؟ مثل ما؟ نه. و صفت الکلام له سب دیگه که اب میزنه الله، نه محبت که کد میگه کلگی را میگه اعلان کن. اول جبرائیل میگه باز و بدگرا باز کلگی زمین. مراد به قبول در این حدیث قبول القلوب لهم المحبه، محبت مؤمنین قلبش محبتش قلب از مؤمنین محبت از در قلبت جای میگیره. و المیل الی و رضا، انسان به او میلان میکنه. واقعا ما میال موحدین چقدر دوست دارم، نه در قلب محبت موحدین جای داره، بسیار دوست دارم. میقدر دوست میداشته باشم که یکم دفعه بیان نمیکنم میگم چی نشه، نه تو چی نشه، ریا یا چی نیک، میگم مغرور نشه، آوایش خراب نشه. اگر نه یکم استاد حق میگه اینقدر دوستشان دارم، میگم اگر بگم بسیار دوستم بسیار تعریفش کنم با یاغی باغی نشه، نه دیگه تکبر در قلبش پیدا نشه. خب نمیگم ولی در قلب محض محبت یکم دفعه کم کم اظهار میکنم. و یؤخذ منه ان محبت قلوب الناس علامت محبت الله. میگه گرفته میشه محبت دل مردم یا علامه محبت الله. میگه بفهمید که مردم تو را به خاطر الله دوست داشت، بفهمی که الله دوستت داره. خب یک بشارت است، نه این من نمیگفتم، این میگه خب میگه بیان نمیکردم، خود میشارح میگه خب میگه ای را بفهمی که مردم دوست داشت ولی موحدین، نه دنیا پرست، به خاطر دنیا نه، بفهمی که الله تو را دوست داره، ملائکه هم دوست داره. بعد در ایمان اینال ثبات بکار است، نه ثبات قوی شویم باید. و یؤید حدیث انتم شهداء الله فی الارض، شما شاهدای الله در روی زمین هستین. کسی که با قرآن و حدیث عقیدهش برابر است، این شاهدی داد که این آدم خوب است واقعا. اما حدیث بخاری است خب که یک جنازه تیر شد، رسول الله هم گفت که صحابه گفت که این آدم خوب است، صحابه شاهدی داد، رسول الله هم گفت وجبت. چی گفت؟ وجبت، واجب شد. دیگه جنازه تیر شد، صحابه گفت که این انسان بد است، رسول الله هم گفت وجبت، واجب شد. صحابه پرسان کرد دیگه را، گفت یا رسول الله ما گفتیم خوب است، گفتی واجب شد، گفتیم بد است، گفتی واجب شد، چی واجب شد؟ گفت این که گفتین خوب است، ما گفتم وا جنت واجب شد. زیرا انتم شهداء الله فی الارض، اخرج البخاری مسلم. امام بخاری مسلم میگه صحابه را که شما شاهدای الله در روی زمین هستین، شما به خوبی از شاهدی دادین، الله جنت برش واجب. شما گفتین بد است، جهنم برش واجب شد، جهنم آتش حتمی دا آتش میره. ولی آل چی میگن؟ از این حدیث یک معنای غلط گرفته این مولا. در مثال جنازه که بالا چی میگن؟ او مردم شاهدی بتین که می آدم خوب است که جنت بره. نه؟ آسان نیست. تو مردار شاید بازو چی میگن؟ بسیار آدم خوب بود. یکم تاش میگه چی خوب بود؟ گمش که بگو مولا گفته. مولا گفته بگو. اگر نه میگه بد بود، عقل ما را خورده، بینما. نه مولا گفته بگو این. مولا پیسه اسقاط زیاد گرفتگی بگو یا مردم شاهدی بده. این شاهدی شما ایره در جنت برد. آسان شد. این خوب مثل کسی و صحابه بناحق شاهدی نمیدادن هیچ وقت. خب عقیده قرآن سنت عقیده صحابه را داشتی و به حق شاهدی دادی سیست. این میال ما بناحق شاهدی نمیدم. مولای بدبخت بعد میاد یک جنازه بودم در منطقه ما چی میگه شاهدی بده که جنتی شوه.
آخر گفتم از الله بترس. یک روز گفتم در جنازه بالا شما حدیث میگم امی تو خب امی تو صاف بیان هیچ نمیفهمه. شایدی بتین کی در جنتی شوه با خانوادهش هم خوش میشن. فلانی را دیدین جنتی شد کلگی شایدی داد که آدم خوب. با وجودی که میگه گناه هم کرده بود دوسیان دا اعمال بد تشویق میشه. سر قبرش میسده شایدی میتم ملاسه. بازو ملا را دیگه هر روز تا 40 روز نان ببرین شایدی جنتیش کده میگه این در جنت برده. نه رمضان گرفته رمضان خو عذاب شد تو در رمضان نه در رمضان روزه نداشت او چی تو خو عذابش چند شده نه او خو با گناه مردگیست. چی می رمضان گرفت جمعه را گرفت. جمعه و رمضان با کسی که با قرآن حدیث پابند باشه باز اونو فضیلت است. توجه شده دیگه با ناحق شایدی من الحمدلله با ناحق شایدی قطعا نمیتم ندادیم. اگر داده باشم از الله مغفرت میخوام یادم نیست کسی عام با درجه هستم. یک تا گفتی چطور گفتم میره خوب نگوی گفتم نظر به اعمالش گفتم آتشی است دیگه الله میفهمه و کارش جایش آتش است. گفت نه خویی طور بود گفتم این طور هم بود یا نه گفت ها او تو خوب بود. خلاص دیگه تو بهش ما این آدم خوب نیست بشم. استاد دایی هم میطور است الله عزش بده. یک کسی وفات کرده بود نامش نمیگیرم رئیس دین بود خود یک مرکز دین رئیس بود. کلگی گفتن در جنازه شی گفت چی بود گفت یک بیدین آدم گفت خدای نبخشش جایش در آتش ببره. نه این کفر کرده بود. صلی الله علی نبی محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا. بهترین عالم در راه تو